دوستان عزیز، زمستان به همگی یکسان نیست. کسایی که لباس گرم برای پوشیدن نداره، زمستان اونا سخت‌تر سپری میکنن و آنانی که لباس برای پوشیدن داره زمستان خوب و خوش سپری خواهد کرد. بدون شک تمام فصلهای سال نعمت بزرگ الهی است. افراد اشخاص بیشتر از آن لذت میبرند که مثلا زمستان که داخل کانون خانوادگی خود با فرزندان خود، دلبندان خود، مادر، پدر، کودکان قد و نیم قد در فضای مملو از محبت و گرم، در حالی که همه نعمت‌های الله متعال در دسترسشان است، باریدن قطرات برف در بیرون از منزل نظاره کنند. با اینا خوشایند است. دوست دارن که هر روز برف بباره و صفحه زمین سفید شود. ولی زمستان به خانواده های نیازمند، خانواده هایی که چیزی برای پوشیدن نداره، چیزی برای خوردن نداره و فرزندان قد نیم قدش از دامان مادر که شوهرش چندین سال قبل از دست دادن میگیره و میگه که مادر جان نان، مادر جان نان، و از زمستان شدیدتر محسوس میکنن. اونا زمستان سختی را پشت سر خود گذاشتن. قمر بر شما این فرصت ایجاد میکنه که در کمپاین زمستانی با ما همراه شوین. به هر گونه کمک و معاونیتی که شما میتونین کرده هموطنان عزیز ما را دستگیری کنین. و السلام علیکم.